یه ثانیه به این فکر کردی که اگه زمین همین سیاره آبی که زیر پامونه یا وایسه چی میشه؟ نه، منظورم این نیست که از مدارش خارج بشه، فقط وایسه و دیگه نچرخه. این یه کابوس واقعیه. اگه وایسه ساختمون ها مثل دومینو میریزن، ماشین ها پرت میشن و تسونامی های خیلی زیادی به وجود میاد. یه موج دریا به بلندترین ساختمون ها میده و همه چیز رو زیر خودش دفن میکنه. میلیاردها تن آب با نیروی غیر قابل تصور کل قاره رو میبره زیر آب. به نظر شما آیا سفر در زمان ممکنه؟ بیایید بریم با هم ببینیم. اینه که سفر در زمان ممکنه، ولی چیزایی هستن که اینها رو میگن وجود نداره، مثل پارادوکس پدر بزرگ و غیر ممکنه. این چیزی هست از جهانهای کنگانه، جهانهایی هستن که با هم دیگه فرق دارن و به اسم جهان موازی شناخته میشن. ولی یه چیزی هست که این اصل داره میگه به ما که یه مسافر زمان اگه به گذشته سفر کنه یه چیزی باعث بشه که یه اتفاقی نیفته. مثلا اگه بخواد پدر بزرگ خودش رو بکشه، اتفاق غیر منتظره جلوشو میگیره. البته از نظر انیشتین سفر به آینده ممکنه، البته با نظریه نسبت خاص انیشتین. اگه با سرعتی نزدیک به سرعت نور برید، زمان برای شما کندتر میشه. اما فعلا از نظر علمی اثبات نشده که بازگشت به گذشته، سفر در زمان توی آینده ممکنه، ولی تو گذشته هنوز کسی نتونسته بفهمه.